عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم همیشه لبتون بخند کوچیک همتون. حامد تبریزی هم کنار رفیقای خوبم قرار اتفاقای خفنی رو رقم بزنیم. آقا این مثلا اینو نشونتون بدم. این ایرپاد سری 2 پرو 17 میلیون. چند سری چیه؟ 3 چند گفتم؟ 2 گفت. 2 گفتم. سری 3 پرو مکس 400 میلیون دلار. ریال 450 میگفت. ونزوئلا 450 میگفت 400 خرید. 400 خریدیم. بچه‌ها قراره یکی از دوستان ما بشین رو اون صندلی ایرپادو بذاره تو گوشش و موزیک پلی بشه و هم تیمیاش یه کلمه‌ای رو به زبون بیارن که از لبخونی بتونه حدس بزنه. گروه دخترها رو در تصویر داریم. از سمت چپ به راست رویا، پگاه، فرنوش. گروه پسران که سالار، حامد، پیمان. امیدوارم که این کار رو تا آخر ببینید، لبخند بزنید، لایک، سایکلایز، سابسکرایب، زنگوله، کامنت. ما این تاثیر داره این حرفا رو میزنیم؟ به چه اینو لایک نمی‌کن کامنت می‌کنه؟ بگیره سابسکرایب کن. بگیره. چه خبر؟ اومدم این برام گفتم چه خبر؟ خیلی مخلصم. نگاه کنین دیگه. ولی ما برنده ایم. ما برنده. که معلومه داداش. هر سری دارید میبازید بازم میگین بابا. خجالت هم خوب صدای وزوز داره میاد. دیگه واقعا ما جریمه‌ای به ذهنمون نمیرسه شما رو بکنیم. بابا خجالت هم خوب چیزیه. من واقعا حامی دختران بودم تا اون روزی که واقعا آره امروز کلا بردیم دیگه. هر بازی همه رو بردین. کلا یه دونه خدا ما رو ببخشه. خواب بردین؟ فمینیست به کسی میگن که حامی خانومان فمینیست فقط میگن خانوما. بله فقط خانوما. شما فمینیستی؟ نه. نه. مگه فمینیست حقوق زنان و نه مردان فقط بگی خانم. فقط خانوم. ولی ما میگیم خانومان محترم. بریم داشته باشم. افتخار من. خب الان خانم رویا روی صندلی ما قرار گرفتن. قرار همتیمیاشون یه کلمه‌ای که ما انتخاب میکنیم و بهشون میگیم و به همتیمی خودشون بگن که شاید بتونن لبخونی کنن. تایمی که ما میخوایم لحاظ کنیم 30 ثانیه است. هنوز استارتشو نزدیم. 30 ثانیه است و ما کلمات هم اینجا هست. یکیشو الان به شور و نظر هم دیگه میرسونیم و انتخاب میکنیم. آقا نه که زیاد لبش باز ولی کلمه رو نه میخواستم بگی ما ببینم. سوسیالیسم. نه دیگه اون خیلی سخته. سوسیالیسم. بیشتر نمیذاره. بچه‌ها گزینه 3 سخت سوسیالیسم. از پیدا نکردم. بچه‌ها موزیک میگه قطع نشه. نه شما هم میشه. آماده ای؟ آماده ای؟ آره. از کجا فهمیدی آماده ای؟ تو نگو. سوسیالیسم. تو هم نگو. نه با دلزدان نمیشه. با موزیک صدا میاد. سو تو سو تو سو دو سو دو سو. تمام 4 ثانیه 3 ثانیه 2 ثانیه یا تمام تمام آقا خیلی سخت. من که انقدر چیزم تموم شد وقتش نباید. خیلی کلمه سختی بود. سوسیالیست بود کلمه ما. اصلا تا حالا تو زندگیم نشینه بودم. نه بازنده بودم. معقول ندارم. پیمان من بره دارم براتون. پیمان بره بفهمه. بده من. بچه‌ها ایرپادو بدیم به پیمان. نه اون بهتره چون اونو شنید. فراماسونری. خب دیگه چیشو بگیری؟ اوکی. چند ثانیه 5 ثانیه وقت داری؟ 30 ثانیه. دعا کردن فراماسونی. فراماسونی فراماسونری. واقعا چه درچی داره گفتم بله؟ واسه چی پانتومیم اجرا
خانم من به خدا اول ایمان برای میارم. چی اصلا من نمیدونم واسه یعنی چی یعنی چی. واسه که من بودم یه خدایا لحظه، من میگم به حضرت عباس. اینجا قشنگ معلومه که تقلب شده چون که کلمه اصلا یه چیز دیگه است. بعد تو داشتی صدا رو میشیدی. تو صدا وقتی که آهنگ بوده چجوری باید بشنوم؟ آقا صدا واقعا شنیده نمیشه. خدا اصلا نمیشنیدم. موزیکو میشه پلی کنین؟ من اینجا نشون میدم که نویز نه کنسلینگ برای فعاله. خودشون صدا رو کم کرده. میشه صدا رو زیاد کنین؟ صدا تا آخرش من هیچی زیاده. نمیفهمیدم. خب صدا رو واسه خودت کن. تو جیغ زنان استو خدوس استو خدوس آره تایمو نزدیم. اصلا تایمو نزدیم. چی گفتیم؟ نه من دارم به اینا میگم آقا برو بشین برو بشین بابا. اینا همه موقعی که ما گفتیم بگو. خروس بی محل آقا حرف نزنین تا قطعی نشده با من حرف الان قطعی شد. خروس بی محل آقا با چی پانتوین بازی میکنی؟ خروس بی محل خروس بی محل خروس بی محل دو کلمه ایه؟ آره مگه نگفتی دو کلمه ای نمیشه؟ اوکی بگو خروس بی محل خروس بی محل؟ صدا آقا آهنگ اصلا خدا داشته اصلا صدایی اوکی اسکیزوفرنی هات اسکیزوفرنی هات اسکیزو فرنی هات خب من این روش نمیتونم بخونم. مشکل بابا خوب نمیشه اسکیزوفرنی آقا نمیشه خوندن چی بود اسمه؟ اسکیزوفرنی هات اسکیزوفرنی هات. اسکیزوفرنی هات. اسکیزوفرنی هات. اسکیزوفرنی اسکیزوفرنی هات. فرنی اسکیزوفرنی هات. بابا داد چیه؟ نمیشنم. به من بگو اسکیزوفرنی هات. بگو اس اسی اس اسکیزوفرنی اسکیزوفرنی هات. فرنی هات. هات اسکیزوفرنی هات منو بگی. من نشیدم برای چی؟ داد برای چی؟ عالی بود. من همیشه ثابت کردم که میتونم زبون کوچیک هم داشت میگفت. اینو یه اسکرین شات بعداً از این بگیر پیمان بیا اینو بعداً یه اسکرین شات جا نمیشید. حل. مرسی یا اینجا ببین دفتراتش رو صدا رو تو رو قرآن بذار تو گوشت نشنوی تو رو قرآن من اینجا میبینم اگه در بیاره گوشش اینجا به من میگه. بچه‌ها شماره 11 آمد تایمو بیار. اصلا نمیدونیم چیه این باشه دیگه نه، باید دیگه بدونیم نداره. بازی کن آروم صحبت کن بده من آقا بازی چهار کن کلمه آره باشه دیگه شما گفتی من گفتم دیگه ایکسوسفرنی بازی کنیم دیگه چه جیرزنی میکنی شما آقا سگ آقای پتیبل سگ آقای پتیبل بزن سگ آقای پتیبل سگ آقای پتیبل سگ آقای چند کلمه است؟ 4 تا 3 تا تا الان 2 کلمه یک کلمه آقا نمیشه آقای بیا تموم شده. 36 ثانیه
بریم مجسمه ابوالهول. مجسمه ابوالهول. بفهم. مجسمه ابوالهول. مجسمه ابوهول. ابوالهول. 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 چیکار کنیم خدا بدونم. مثل همیشه سنگو بزن به تیشه، این تازه اولیشه. قراره بریم برای اجرای حکم. اتفاقای خفنی در راهه، چیزای وحشتناک و غذا نه نوشیدنی میکس. بیا اینجا بیا اینجا. خب ما به این نتیجه رسیدیم که یک ترکیبی بی‌نظیر، یک ترکیبی حالبر عالی. من تجربه کردم. آداس بود. من تجربه کردم، باید انتقام بگیرم. خیلی بده، خیلی بده. واقعا. خب اینو راجع به ابرو و کاش دارن صحبت می‌کنن. بچه‌ها بریم برای داشتن یک ترکیبی بی‌نظیر، یک دوغ میهن. کم بریز. این یه دوغ، این همه بیارید دوغ. خب این رو شما ببند. بله. یک نوشابه سرکه بریز اول که قشنگ حل بشه. نه. یه ذره سرکه سنگ بریز. کلی خوب. نه میاد فکر کن ترشی لیته میخوای بخوری. از این من میاد، از این من میاد. واسه دو تا چیکه. دو تا چیکه باشه. یه دقیقه اجازه بدید من اینو در بیارم. عالیه. خب این تا اینجا. نه اون دوغ بود، اون سرکه بود، به این میگن نوشابه. این ترکیب سس تند و این سس تند سس باربیکیو. باربیکیو. سس قرمز. کاتو کردی؟ آره. ولی یه ذره سس تندش کم بود. سس تند نداره. سس تند از این یکی بزن. از این بزنم. ادامه بدم. حالا اینجا رو داشته باش، ترکیبی رو نگاه. حالا اینا زیاد مهم نیست. حالا اینا که تا اینجا حال برم زدن زیاد مهم نیست. این یه تیکش وا بزن به سر من، بزن به سر من. نه لو بند بیس، یعنی بیس این قضیه اصلا کثیف کاریه. مرواری میگه دیماند، یعنی تو خون با با مرحله آخر لبت و بریالو، یعنی هر کی اینو بخوره یه ما مسمومه. بوش که عالیه، واقعا بوی سرکه، بوی بی‌نظیریه که نمک نزنیمش. به نظرم توی ژاپن این غذا پیدا نمیشه. عالی. من عاشق بوی زهر مارم. ولی یه ذره روبن می‌زنیم ما دارش املت می‌خورد. اینو ببخشیم دیگه، واقعا کم لطفی میشه واقعا اون دوره. فکر کن حلیمه، نگاه نگه حلیم هم شد. خب دوستان خیلی زیاده. اونو ولش کن. نه. شما هر چقدر تونستم. نه. شما خانم بگاه، خانم امیدی، خانم روی، من حکم کدومتون می‌خواید میل کنیم؟ من میذارم اینجا هر کی دوست داشت برداره و سر بکشه، اگه باقی بموند یه لیوان دیگه درست کنم، باید تا انتها بازم خورده بشه. ولی به خود دلخوشی بده، این رنگش نگاه شبیه لطفاً بگیریم و ببینین که ما فکر کن حکمو تا آخر اجرا میکنیم. دماغتو بگیر. بو سرکر نخوردونم. خیلی آقا نصفشو بخورم. نه تا آخر. این پیمان همه رو خورد. وقتی شما حکم دادیم ما تا آخر اجرا کردیم، لطفاً تا آخر اجرا کنیم. 3 شما 2 پسری. 1 مونده. برو بیرون خونه بارم. بابا بیا ناراحت میشه. حالا میخوای دیگه نریزوز. خوردین؟ میشه جونتون. اصلا شکرش بودم حالا داشت. یکمش موندین، یه ارفاق ما بهشون دیگه. دیگه ببخشید دیگه. دهنم جا نداشت. ولی واقعا دمشون میگم، واقعا لاتی برام زدنته. دمشون گرم، حکمشون اجرا کردن جلوی تصویر ما بدون هیچ کاتی. یه تک ما تصویر رو گرفتیم و دیدیم که خوردن. دمشون گرم. پسرا پرچمشون هم البته با توجه به اینکه شما جر زدین. پسرا پرچمشون بالا.
پسر پرتمش بالاه، دخترها همیشه به خاطر ظریف بودن و لطیف بودنشون بازندن. به ما میرسه. ما میریم شما رو به خدای بزرگ میذارم ببینید چی میگن. وایسا قبل اینکه بریم سایکرایکس کنید، سابسکرایب رو لایک کامنت واسه دوستاشون زنگوله. ببین چی میگن. ببینید ما به خاطر اینکه روز پسر نداریم گفتیم عقده‌ای نشن بهشون آوانس دادیم با اینکه جرزنی کردن ولی ما حکممون رو اجرا کردیم با جرزنی بردن. کلا جرزنی حرومه. خدا